یک دانه را در نظر بگیرید. برای به ثمر رسیدن و سبز شدن آن را در زیر خاک می‌گذاریم تا سر از خاک بیرون آورد. گیاه ممکن هست نگران ناملایمت‌های روزگار باشد. اما نمی‌داند کسی هست که از او مراقبت می‌کند و به آن عمری دوباره می‌بخشد تا به رشد خود ادامه دهد. شما هم برای یک زندگی آرام و رسیدن به اهداف خود به یک پشتوانه قوی و مطمئن نیاز دارید. بیمه را جدی بگیرید.